شنیدی؟ کنی اکنون تو گوی؟ تلفظی من باز درست نبرآمد. هیچ. قهر پدرم آمد. یک جلاتورینی را برای کلمه ها را ویران کردنش من با جاروب زده بودم. اکنون پسر خودم را چیکار کنم؟ پدرم خفه شد و جمع آمد را ترک گفت. قصه جلاتورینی را زدن پدرم. فصل بهار روزی بازار بوده است. وقتی بهار عادتاً بقیه حاصل پارساله به آخر می رسد، اما حاصل نو حالا نپخته است. بنابراین بهار در بازار همه چیز قیمت می شود، حتی کوزچه که آن را در زمین نمی کارند. پدرم که آن وقت جوان بوده است بازار روی می کند. همسایش بیستین داده خواهش می کند که برایش جاروب بیارد. ارزان گیری. بقیهش از آن خودت می گوید همسایه به غمزت جوان و غمزت گپی همسایه را به گوش حلقه کرده بازار می رود. در بازار جاروب فروش را می یابد و به سودای جاروب شروع می کند. در بازارهای شرق مال را صاحبش هیچ به نرخ گفتهش نمی فروشد. چیزی به 5 چین می ارزیده را 100 سون گفتنش کین است. پدر خوش می کند و می پرسد می فروشی؟ نباشد اینجا چیکار می کردم؟ چند پول؟ 2 تنگه؟ جاروب اسب نیست که سودایش را آسمان 7 سر شدهش را گویی مان. 2 تنگه. شدهش چند پول؟ 2 تنگه. به 1 تنگه ده؟ 2 تنگه. بودو شدی پولم 1 تنگه. 2 تنگه گفتم که به راستی دیگر پول ندارم. پول دار که شدی بعد بیا. پدرم بازار را یک دور زده می بیند که در نزدیکی رسته مردم جمع شدند. آنجا رفته از قبط آدمان کیتو زده می درآید و می بیند که مردم خوانش محمود حافظ را گوش می کنند. محمود در حلقه آدمان تنبور به دست حافظی می کرد. او گاه تنبور می نواخت، گاه دستش را یک بار روی تار تنبور گذاشته سرود می خواند. همه گوش و هوش گشته بودند. اگر اینجا پشه پر می زد شنیده می شد. یک جوان پسر دانش محمود سلفید. مرد سرسفیدی که ظاهراً پدر آن جوان بودش را از دورت دور کرد. در چنین خاموشی که غیر از سرودی محمود چیزی به گوش نمی درآمد، یک جلاتورینی با همسایش گپ سر می کند. جلاتورینی کار می کرد به همسایش که اولی نمی دانست مضمون سرودها فهمانید، اما غبوری بی آرامی وی به خلل می رسانید. نمی مان که سرود را گوش کرده لند. غمزت جوان از این کار جلاتورینی به غضب می آید و از نوگ آستین می ماند، اما این به وی تأثیر نمی کند. پس خم شده به گوشش می گوید که خاموش شود، لیکن جوان هم اهمیت نداده گپ زدن می گیرد. غمزت سراسیمه به اطراف نظر انداخته می بیند که جاروب فروش هم آمده سرود گوش کرده ایستاده است. دویده رفته جاروبی کلانی را گرفته به آن جلاتورینی شلقین را خوب می کوبد. جلاتورینی خود قفا گریخته هر زمان دوغ زده می ماند، اما پدرم چون خشمگین می شود که دوغش نکرده زدن می گیرد و آخر از آنجا زده پیش می کند. بعد پذیرد که جاروبش را برگرداند. خودت گیر می گوید جاروب فروش. آخر پولی من 1 تنگه، تو 2 تنگه می گویی. بی پول گیر. مزد رفتاری تو از نرخ تمام مال من زیاد است. حالا در روی زمین جلاتورین های سرود را ویران می کردگی بسیار شدند. افسوس که جاروب نیست و کسی نیست که آن جاروب را در سر آنها زند. غنی خوبی نشانرس و برا در کوهستان چنین بها می دهند. این گپ به یک اسب زین و افضلدار می ارزد. از دفترچه خاطرات. علی علیف، همسایه مخشقلگی من، پهلوانی پرزور، چمپیون 4 کرته جهان است. بار پهلوانی نهایت پرزور گوشتین می گیرد. ترک قوت و چالاک بوده است. اما همسایه من علی کوهستان پسر خونسرد و جسور است.
ترک را بر روی گلیم چنان برداشته میزند که تو گویی یک ارغنچین را هوا داده است. ترک از جای خسته زیر لب حقارت کوهستانی می کند. علی علیف سخن اوری را شنیده عجب حیران می ماند. هنگامی که غالب هم به ترک به زبان اوری حقارت کردن چی در کار همشهر؟ سپورت است میگوید. ترک به تمام حیران می شود. به ناگاه گویا برادری گمگشته خود را پیدا کرده باشند. حریفان یکدیگر را به آغوش میکشند که این را دیده داوران و تماشابینان بیشتر از همه در حیرت میماند. معلوم می شود که آن ترک از یک عائله اور بوده. آن عائله بعد اسیر افتادن شامل بر ترکیه رفته است. هر دو پهلوان حالا هم اگر دیدار است ملاقات می کنند. یادداشتی پدرم. سال 1939 پدرم به مسکو آردینگیری رفته بود. اون وقتا این یک واقعه بزرگ بود. وقتی که او آردن در سر سینه به اول برمیگردد، جماعت اول خواهش میکنند که از مسکو میخائیل ایوانویچ کالینین که به همه آردن میسپارید اینچنین از تأثیرات شیرینترین خود نقل کند. پدرم همش را از یک سر نقل میکرد و میگفت از همه عجیبش این که میخائیل ایوانویچ کالینین نام مرا به روسی نه اوری تلفظ کرد. او مرا هم تو غمزد صدسه نه بلکه صعدسه هم صد گفت. کهنسالان اول حیران شده سر تحسین می جنبانیدند. انا دیدید؟ گفت پدرم. این گپ را حتی از من شنیده اینقدر خرسند می شوید. تصور کنید که من این گپ را در خود کرمل از خود کالینین شنیده چقدر خرسند شدم. از روی وجدان می گویم چنان شادی کردم که آردن هم فراموش شده است. حسیات پدرم را من نغز می فهمم. یک چند سال قبل از این من در هیئت نویسندگان سوویتی به پولشه رفته بودم. یک روز در مهمانخانه کراکوف دری حجره من تق تق شد. در را گشادم که شخص ناشناسی به زبان تازه اوری پرسید خانه غمزة الرسول همین است؟ من از شادی دست و پا خورده ماندم. خانه پدرت نست فرو هم نرود. تو اول چخیل به کراکوف افتادی؟ قریب بود که مهمان را بوس و کنار بکنم. او را کشیده به حجره در آوردم. ما شبی دراز صحبت کردیم. اما مهمان اور نبوده است. وی عالم پلیک و تدقیقات زبان و ادبیات داغستان مشغول بوده است. لفظ اوری را او بار اول در کنسلاگر از 2 نفر اوری محبوس شنیده است. زبان اوری و از آن هم بیشتر خود اورها به او خوش می آیند و پلیک به آموختن زبان ما سر می کند. بعد یک عورت دویمش از عقوبت‌های محبوسی را از سر گذرانده عاقبت از طرف ارمه سوویتی آزاد کرده می شود. او هنوز در قید حیات است. من و عالم پلیک فقط به اوری گپ می زدیم. این حالت برایم هاور و غیر عادی بود. در آخر صحبتمان من عالم را به داغستان به مهمانی تکلیف کردم. آره ما روز هر دو به زبان اوری گپ می زدیم. اما بین لحظی من و وی فرق کلانی بود. او عالمانه و زبان خیلی تازه درست اما بی حد درست حتی خونسردانه حرف می زد. او بیشتر در غم گراماتیکا بود نه در غم آب و رنگ نطق، شکل و ساخت کلمه و عباره ها را اندیشه می کرد نه جان و دلی هر کلمه را. من کتابی نوشتنیم که در آن نه زبان به گراماتیکا بلکه گراماتیکا به زبان تابع باشد. به طرز دیگر بگوییم گراماتیکا را به مسافری پیاده، ادبیات را به مسافری خچر سوار تشبیه می دهم. مسافر پیاده التماس می نماید که او را به خچر سوار کند. مسافر خچردار آن پیاده را به قفای خود سوار می کند. آهسته آهسته مسافر پیاده شیردل شده صاحب خچر را تنگ می کند. حتی فراورده پیش کردنی شده می گوید خچر هم از آن من بارش هم. زبان مادری اوری من
تو ثروتی من هستی، گنجینه من هستی که به روزی سختی احتیاطش کرده ماندم. تو دوای همه دردهای من هستی. اگر آدم با دلی سرود پرور تولد شود و گم باشد، بیهتش به دنیا نآید. من دلی سرود پروری دارم و این دل صدایی دارد. این صدا توی، زبان مادری اوری من. تو مرا چون کودک از دستم داشته، از اول به جهان بزرگ به نزد آدمان بردی و من با از امروز و فردای کشورم حکایت می کنم. تو مرا نزد زبان بزرگی بردی که نام آن زبان بزرگ روسی است. وی هم برایم زبان مادری شد. از دست دیگرم داشته مرا به همه مملکت‌های جهان برد و من از او همچون از مادری اردیریخیم منت دارم. ولی خوب میدانم که مادری خودم هم هست، زیرا برای علو درگراندن در آتشدان خود از همسایه گوگیر طلبیدن ممکن، اما با طلبیدن گوگیر در دل آتش می افروزم. نزد دوستان رفتن ممکن نیست. شرط نیست که آدمان هم زبان باشند. هم دلی از هم زبانی بهتر است. میدانم که بعضی دوستانم اولی خود را ترک کرده به شهرهای کلان کوچیده رفتند. این هیچ گپ نیه. چوجه ها هم تا پرانچک شدن در لانه میشینند. ما در حق بعضی دوستانم که در شهرهای کلان استقامت دارند و اکنون به دیگر خط می نویسند چی باید کرد؟ البته کدام زبان خط نویسند اختیارشان. من با آنها نصیحت کردنی نیستم، لیکن آنها نظرم به آدمانی مانند که به یک دست دو تربوز را برداشتنی می شوند. من با آن بیچاره ها هم صحبت شدم و فهمیدم که زبان حاضر خط می نوشتگیشان اوری هم نیست، ولی هنوز روسی هم نشده است. زبانشان بیشه‌ای را به خاطر می آورد که آدمان مهملی سهلنگار درختند. آره، من کسانی را دیدم که زبان مادری به چشمشان کمبغل ناچیز بوده، به جستجوی زبان بای و بزرگتری کمر بسته بودند، اما تقدیرشان به بوزی از افسانه اوری مانند شد. بوز بیشه می رود که دمش را همچون دم گرگ دراز کرده بیاید، اما از شاخهایش هم محروم شده برمی گردد. یا خود این آدمان به مرغابی های خانگی مانند که شنا کرده و غوطه زده توانن هم ماهی برین نه، کمی پرواز کرده توانن هم پرنده آزاد برین نه، حتی کمی نغمه پردازن هم بلبل برین نه. آنها از عهده یگان کار نمی برایند. احوال چطور؟ پرس از ابو طالب. یک نه حالی گرگ نه حالی خرگوش، میانه. ابو طالب اندکی خاموش نمود. احوالی از همه بدی نویسنده میانه حالی است. و باید خود را یا چون گرگی خرگوش دریده یا چون خرگوشی از دفترچه خاطرات. روزی جوانان اولی همسایه به نزد پدرم آمده گفتند که آنها یک حافظ را خوب لط کردند. برای چی او را لط کردید؟ پرسید پدرم. وقتی سرودخوانی نازهای خنک میکرد، دروغ کلمه ها را غلط میخواند، دم چی راست میزد، دم سگ بر این اک اک کرد. سرود را رسوا کرد، برای همین لط کردیم. با چی لط کرد؟ بعضی ها با تسمه، بعضی ها با مشت. با تازیانه هم زدن لازم بود. با کجاهاش زدید؟ بسیارتر به جای ملایمش، لیکن به پس گردنش هم رسید. بیشتر کلهش عیبدار است. یاد داشت. چرا قصه دیگری را نیز حکایت نکنم، مادامی که به خاطرم آمد. در مخشقله یک حافظی اور هست. نامش را نمیگیرم. خودش از دو سر پی میبرد، به من شما نامش چی فرق دارد؟ این حافظ به نزد پدرم بسیار آمده خواهش می نمود که با آهنگ بافته او پدرم شعر نویسد.
پدرم راضی می شد و صورتهای خوبی می برآمد. روزی چای نوشیده می نشستیم که رادیو اعلان کرد حاضر حافظی مشهور سرودی به متن غمزت صدسه آفریده اش را می خواند. گوش داده نشستیم. پدرم هم سرود را شنیده تا رفت بیشتر حیران می شیم. حافظ طرزی می خوان که یگان کلمه و صرفهم رفتن ممکن نبود. به گوش فقط شوقونهایی می رسید. حافظ سخنها را فرو می برد چنان که خروس اول دانه ها را به 4 طرف تیت می کند و بعد یک تا چیده می خورد. پدرم هنگام واخوردنش با آن حافظ پرسیده است که چرا شعر را ویران خواند. برای آن جواب داده است حافظ که دیگران چیزی نفهمند و به یادشان نماند. اگر این سرود در یادستان نیز ماند آنها هم میخوانند. من میخواهم که تنها خودم خوانم. پس از مدتی پدرم برای دوستانش شب نشینی آراست که در بین مهمانان آن حافظ هم بود. در پایان شب نشینی پدرم از میخ دار خاموزی تارهایش کنده را گرفته یک تار سستی آن را به زور تینگ تینگ ناخن زده به خواندن سرودی که آهنگش از آن حافظ بود شروع نمود. سخنهای او را پدرم برا تلفظ می کرد ولی آهنگی که با اسباب ویران موسیقی نواخته می شد هرگز به آهنگ موسیقی مانندی نداشت. حافظ گفت که آهنگ او را با این خیل اسباب ویران نواختن ممکن نیست. تمام نزاکت و نفاست آهنگ برباد می رود. آرامانه جواب داد من قصدن همین خیل می نوازم و می خوانم که یگان کس آهنگت را نفهمد و یاد نگیرد. سرودی سخنهاش نافهما می شده است و چرا سرودی آهنگش نافهما نمید. داغستانیان به 10 زبان اثر می نویسند و به 9 زبان نشر می کنند. پس آنهایی که به زبان 10 اثر می نویسند چی کار می کنند؟ و این زبان 10 چی زبان است؟ به زبان 10 آنهایی می نویسند که زبان خود را خواه آوری، خواه لکی و خواه تاتی فراموش کردند اما زبان بیگانه را هنوز یاد نگرفتند. آنها از این مانده و از آن رانده شدند. زبان دیگری را از زبان مادریت بهتر دانی به آن زبان نویس. اگر یگان زبان دیگر را درست ندانی به زبان مادریت نوشتن گیر اما به زبان 10 ننویس. آری من دشمن زبان 10. زبان باید قدیمی 1000 ساله باشد در آن صورت به کار می آید. زبان البته تغییر می یابد و من به این گپ بحث نمی کنم. آخر برگ درختان نیز هر سال می شود. برگ کهنه خزان خیزد به جای آن برگ نو می براید اما خود درخت می ماند. وی سال به سال نشو و نما کرده شاخ و نوده می شود و ریشه رانده پرقوت می گردد. عاقبت به وایه رسیده بار آورد. من به شما سرود و کتاب‌های خود را می بخشم. من به شما میوه درخت خرد متع قدیمی زبان اوری را پیشکش می کنم. زبان مادری. همیشه خواب ناچسبان عجیب است. به خوابم مردنم را خواب دیدم. به نیمی روز داغستان گرما به سینه سور من می آرمیدم. به شوخی سرکشانه جویاری است منی از خاطر مردم فراموش به خاک زادگاه یازیده بودم که پیش از آن که گردم خاک خاموش. من اینجا می مرم کس آگه هم نیست دمی جان دادنم کس نیست بر سر. عقابان در فضای دور نالان غزالان هر کجا با دیده تر. برای در سری خاکم گریستن که حیفا در جوانی جان سپردم
نه مادر نه رفیقی نه دلارام، آوازانداز زن هم نی به دردم. همین سان خفته می مردم به خواری، که ناگه ای برشنیدم سخنهای دو مردی گرم صحبت به الفاظی خوشی آورشم. به نیمی رو داغستان تفسان بودم در جانکنی، اما دو تن مرد کدامین یک حسن مکار گویند فلانی علی را حیله پرورد. شنفته خیره لفظی مادریم، گرفتم جان و گردیدم هواخور. ببردم پیک درمانت زانی مادری نه طیب و دختر. کسی را لب دیگر زنده سازد که من با آن سراییدن ندانم. اگر فردا زبانی من شود گم، من مردنم امروز خوانم. برایش جان و دل سوزم همیشه، زبانت کم بغل گویند میلش. صدا ندهد وی از اسمبلی ها، ولی بر من بزرگ و پاک و دلکش. نخواد از بحر فهمی شیر محمود، بجوید وارثی من ترجمانی. نخواد ایرانی آخرینم، غزل گوینده آور زبانی. پرستم زندگی سیارم را، دی خوردی نظر ناگیری خوشنام. زیاد از آن دیار شوروی را، سرودم در آور با قدر الهام. بجان قیمت است این کشوری هور، ز بلتیک تا سخالین می پرستم. کجا لازم شود سر می سپارم، ولی گورم کنن اینجا که هستم. که تا از محلوی آول آورها گاه گاه یادم آرند. رسولی خیش آور صدایی بود غمزد را جگربند. کسی را لفظ دیگر زنده سازد که من با آن سراییدن ندانم. اگر فردا زبانی من بمیرد، من اولا مردنم امروز خان. از دفترها پدر و مادر یک جوان کوهستانی راضی نبودند که پسرشان زنی روز زد، ولی دختر از کار جوان اول را خیلی دوست می داشت. روزی جوان از دختر مکتوبی می گیرد که آن به زبان اوری نوشته شده است. همان زمان به پدر و مادرش نشان می دهد. پدر و مادر مکتوب را گشته و برگشته می خوانند و باوریشان نمی آید. آنها چنان دست و پا گم می کنند که همان لحظه مکتوبی غیرتی در دستشان به پسر اجازت می دهند که آن دختر را خانه بیاورد. از دفترچه خاطرات: حاصل زمین برای دهقان چی باشد؟ زبان هم برای نویسنده همان است. در هر سرک دانه بسیاری و سرک ها بیشمار، اما دهقان دو دست در بغل کرده با حاصل رویاندهش نگریسته می نشست، یگان دام به دست نمی آورد. غله را اول درویدن و بعد کوفتن در کار. غله کوبی هم حالا نمی کار است. غله کوفته را باد داده تازه کردن لازم، سپس آن را آرد را خمیر کردن نان پختن در کار. ولی از همه اساسیش این که نان هر قدر ضرور هم باشد تمام غله را صرف کردن ممکن نیست. این را باید در نظر داشت. دهقان غله بهترین را جدا کرده به تخمی نگاه می دارد. نویسنده‌ای که همیشه زبان آموزی می کند دهقان حقیقی است. می گویند بچه ها درخت را که در شاخش عکه خانه مانده است افشانیدند و با این کارشان خانه عکه را ویران کردند. درخت، چرا تو را افشانیدند؟ برای آنکه من به آنها چیزی گفته نتوانستم. عکه، چرا خانه تو را ویران کردند؟
برای آن که من بسیار شخ می کردم. می گویند سخن مانندی باران است، یک بارش نعمتی بزرگ، دو بارش خوب، به سه بارش برداشت کردن ممکن، دفعه چهارم که بارید بلای و آفت است. در را نشکن، با کلید بی‌ملال گشاده می شود. کتیبه در. نگوی که به من موضوع دهید، بگوی که به من چشم دهید. مصلحت به نویسنده جوان. رفیقان عزیز، من بسی آرزوی نویسندگی دارم، لیکن نمیدانم چی نویسم. به من موضوع مهمی زمانوی یافته دهید، یک کتابی کاری کلان می نویسم. جوانان اکثرا با چنین التماس به اتفاق نویسندگان، به اداره مجله و روزنامه ها، به خود نویسندگان مراجعت می نمایند. به من نیز این گونه مکتوب ها می آیند. به پدرم هم می آمدند. او در این خیل حالت ها سر جنبانیده می گفت جوانی خاندار شدنی، اما بدی کار این که نمی داند کی را گیرد. یگان دختر را تگی چشم نکرده است، نمی داند به حالی کی خواست کار فرستاد. یاد داشت. باری به اتفاق نویسندگان داغستان از ابوطالب مکتوب آمد. شاعر در مکتوبش خواهش می نمود که او را به اولهای دوردست کوهستان به کماندیروفکه یک ماهه ایجادی فرستند. در مجلس پراولینیا از ابوطالب پرسیدند که او چی نوشتنی و در کدام موضوع نوشتنی است. شاعر کهنسال به قهر آمد و گفت صیاد از کجا می داند که به او خرگوش می افتد یا قاز، گرگ یا روبه کاری کلان؟ آیا جنگاور پیشه که می داند که در کارزار چه قهرمانی می کند؟ در آن مجلس من اشتراک داشتم. سخنان ابوطالب در دلم نقش بسته ماندند. من به رفتار کسانی که از نقشه های ایجادیتان نقل کنید گویان نویسنده را بیزار می کنند همیشه در حیرتم. البته نویسنده نقشه عمومی کاری خود را فکر کرده می گردد. شاید نوشتن رمان یا تریلوگی اثر سیگانه را به نقشه گرفتن ممکن باشد، اما شعر ناگاه چون مکافاتی می آید. کار شاعری را به پلن عمیق و دقیق در آوردن نمی شود.